آموزش قشنگ کردن پروفایل استیم پارت نمیدونم چندم. اگه میخواید این گیفای خفن بذارید ولی خب نمیدونید چطوریه، ویدیو رو دنبال کنید تا کامل بهتون یاد بدم. کافیه وارد گوگل بشید و وارد استیم بشید. وقتی وارد شدید بیاید بخش پروفایل، بیاید پایین اینجا روی یکی از گیماتون بزنید و بیاید بخش گاید. اگه درست خونده باشم که انشاءالله خوندم. کرییت گاید رو بزنید و اینجا تایتلی که میخواید، اسمی که میخواید رو انتخاب کنید. چوز فایلی که میخواید انتخاب کنید ویدیوه باید کمتر از 2 مگ باشه و حالتش گیف باشه تا جایی که من میدونم. پس برای اینکه این دوتا رو انجام بدید میاد توی این سایته که لینکشو یا اسمشو میذارم قطعا. چوز فایل رو میزنید و مثلا من الان بیام اینجا یه مثال بریم، اینو انتخاب میکنید، میاد پایینتر، اینو حجمشو میارید پایینتر، مثلا 250. این تیکه هم دل بخواهی بزنید ترجیحاً و کانورت تو گیف رو بزنید و دانلود کنید. بعد دوباره بیاید اینجا یه نکته طلایی، اینو عدده رو عوض میکنید و اینو وارد میکنید. این کدو نمیدونم چرا ولی وارد میکنید. تایید رو میزنید، سیو رو میزنید، یکم بگذره آپلود میشه. بعد باید بیاید توی اینجور صفحه‌ای. اینجا یه پریویو داره، قبلش نوشته پریویو یور گاید یا اینجور چیزی. اونو که بزنید این صفحه براتون باز میشه. بذار بیارم بهتر توضیح بدم. مثلا اینجا براتون میاد بچه‌ها، میید با این پریویو گاید رو میزنید. بعد اینجا پابلیش گاید گوین تو دمون، نمیدونم چرا این یادم اومد ولی خب، و تموم شد. الان آپلود شد. حالا چجوری بذاریدش؟ میاد اینجا حداقل لولت باید 10 باشه بچه‌ها، اینم در نظر بگیرید. و اینجا حالا من یکی رو گذاشتم دیگه، چنج میزنم، ادیتو میزنم، اینجا فیچر بخش فیوریت گاید اینجا انتخاب میکنید. گاید با چرا میگم گاید؟ و الان مثلا چنجش میکنم دیگه، من کاره رو میخوام. اندازه درست نیست بچه‌ها، اندازه رو بعد تو پریمیر و اینجور داستانا درست کنید اگه میخواید. این مدل آموزشیشه. مدل اینکه سایزو درست کنید هم دیگه خودتون یه رسیدگی بهش کنید که قشنگ‌تر شه. و خروجی کار میشه اینجور چیزی دیگه. یه لحظه آپلود شه. 2000 years later. 2000 years later. خب خروجی کارتون میشه یه همچین چیزی. اگه خوشت اومد لایک و فالو یادت نره، برای دوستت که نیاز داره بفرست و تا درودی دیگه، بدرود.